بهروز جان گوش که بله. من روز شما در یک سخن میگم، همه چیزای شما رو من گوش کردم، همش میفهمم. ای طرف بدخشان میگن، ای اون طرف میگن، ای همه طرف گپ میزنن. نه خب فهمو. شما یک چی را فقط به اعتبار بگیرین، به اینویت بگیرین که این مثالی گپ میگیریم که هر یک انسان در خانه خودش وای کیای، وای پادشاه های، وای پریزیدنت های، همیشه هست های. خب وقتی که تو 4 تا 5 تا فرزند داری، خب تو میدونی که فرزندات تو همین روز یک تشه میگوی تو ای کارکه، تو وای کارکه، ای پی کارتون شین. تو میدونی که هموا میروند چی کار میکنن چی کار نمیکنن. تو همشه همین روزه شونه ای سهر همشون زدنیا را دادیشون، کارشون دادی، همشه گفتی هر کس با کاری خودش میرود. تو میدونی که اوش در اوجه چی کار میکنه و ایش در اوجه چی کار میکنه و یا یگون کس تر چی نمیکنه. تو همو امام علی رحمان پریزیدنت جمهوری توشون همونم شما یک همه کار را کنین برادر، صحبت ما و شما بسیار جالب میشوه. شما استریم داخل شوین، من شما رو پیوست کنم چون ویدیوهای گپ زده استین. ما و شما منطقی گپ زنیم، مردم یک تماشا کنه، هم تاثیر زیادتر است در جامعه و هم شما من میبینم یک انسانی سالم عقل صحبت های جالب میکنیم. استریم داخل شده میتونین؟ انا برایم قواز ما شیده نمیتونم که برایم قایتت ما من با شما براتون گپ میگم شما زدیشتم. همین داخلی همین یوتیوب ما میشه برنامه لایف ما کم ترک پایان برین در اونجا نوشته که سیلکا برای داخل شدن در استودیو میجخین داخل میشین. نه اکه التیموس دوای هوز اکه همی چی را نمیکنیم، دوای همی سخنو را چی نمیکنیم که همی سخنوی ما چی نشوه. همین حالی ببریم، همین گپ سخنی ما را تا آخیر ببریم گپ زنیم. اویندهش دکو ما همیشه قچتون میبرم، همیشه قچتون گپ میزنم. این صحبتی چی یک چی را فهمیدن در کار یعنی شما التیموس در این بود. عقیده هستین که رحمانوف یعنی این همه جنایت هایی که در کشور صدا میتید اون نمیدونه، درست؟ بله خب او تمام همشه اوکی نگاه کن تعیینات کدری مثال آیا رحمانوف نمیدونه که همین بک صبور های متخصص نیست 10 سال شد 12 سال شد کار کرده سای رحمانوف اینو نمیدونه مثال رحمانوف قطی رحمانوف گپ زدگیه یا نه؟ او را رحمانوف فقط قبول میکنه وزیر و رئیس و نمیدونم پرکرور و پرکراتور و کگب و ام وی دی و رئیسای شهر تا معاونای رئیسای شهر رحمانوف قبول میکنه. مگر رحمانوف چه یک کس ندیده ندونسته میگه فلانی برا وزیر شو، احمد برا رئیس شو، توشمت برا وزیر شو؟ نمیبینه؟ نه طبیعی است که میبینه. طبیعی است که از بهترین چه باید قبول کنه. رحمانوف در طول 15 سال حالا نفهمیده که این بیگ صبور متخصص نیست. نه گوش که انا همیشه که تو کمتر خطا میکنی. بگو خب برای چی؟ برای اون کی امام علی رحمانوف چی دارد؟ ویس ساحه بین پریزیدنتی خودش داره. او را چی میگن؟ مشاور داره، خب صدیدنیک داره، خب همش داره. خب کی را رئیس ناحیه موندن، کی را پرکرور موندن، کی را چی وایده پیشنهاد میکنن. بر راهبری کشور باید او را نآموزه که او کی است. او چه راهبر است؟ انا صبر کن یه دقیقه شما فرزند دارین؟ بچه دارین؟ بچه دون اویلت دار شدن میخواه میگه من فلان دختر چیکار میکنم؟ میگیرم. ما همین دایره گرچند منطقی نیست دایره خانه را در دایره دولتداری ما قیاس بکنیم. این از عقل بیگانه است. انسان سالم یک خانه نمیکنه. مسئولیت دولتداری چیز دیگر است. اونجا قانون و قاعده و کدکس و اسناد خودش داره. مسئولیت اویلتداری چیز دیگر است که در اونجا قانون نونوشته است. در اویله قانون نونوشته است ولی در دولتداری همه چی نوشته شده است. رئیس باید کی باشه، وزیر باید کی باشه، متخصص باید کی باشه. فرض کنیم در خونه فرزندت کلان میشوه میخواد که دختری فلانی را بگیره.
آیا خودت بدون معلومات بدون دانستن بدون هیچ چیز میگی تمام شوه یا که میآموزی اول که اویله سالم است اویله دزد نیست نرکبران نیست نمیدونم زندانی نیست تجاوزکار نیست یا تجربه میکنی یا که نه پس رحمان آیا وزیر قبول میکنه همچه یک بچه یک پسر نمیدونه که همو متخصص است نمیدونم با عقل است بی عقل است کی است نمیدونه نکرد از تجربه انتخابش کرد من مشاور رحمانوف میگم که یک چوپان میارم از دنگره میگم که محترم جناب عالی همین را بر رئیس کگب مون یک بخش خیلی مهم رئیس NVD مون یک بخش خیلی مهم وزیر معارف مون یک بخش از همه مهم رحمانوف اوکی امضا رو میمونه خلاص یا که میگه کوی گوساله رجا بیارم من بینم این از فرما اومده است دیپلمش کنیست بیجا خونده است نمیکنه پس سوال جواب شگیری که مشکلی در رحمانوف است رحمانوف پس ملاقات میکرد با هر یک وزیر و رئیس و با انتخاب میکرد و در حالی که بیگ صبور دومو خداش ایبو خداش در یک دسترخوان او نان میخورد از همون پت بیگ صبور معلوم است که چگونه متخصص است پس کمبودی برادر مرد هموی است که وقتی اثبات میکنی قبول بکنه قبول که بله رحمانوف در تعیینات کادری پر از اشتباه داره برای چی قبول نمیکنین شما کمتر چی میکنین این دین ما همه چیزی تر گوش کردم دین وای گنرال موندی گوش کردیم کو خب گنرال از کلوب اون بچه اون مردک اون گنرال اوی بلیوز خدا ما یگون وقت کو اینقدر نخندیده بودم من خیال کردم که این لحظه گوارو ای خب شما موندین لحظه گوارو را موندین من بسیار خندیدم ایم یورا میدونی با زبان روسی چی میگن ایرا با زبان روسی میگن که ممکن که همون جناب کو پستاوا کدایا میفهمی پستاوا من برات مثال زنده بیگ صبور خداش آوردم که هیچ پستاوا صورت نمیگه رحمانوف 20 بار قدش چای نو خورده گفت خداش вот انا بعد اینجا میریم که مثال گپ گفته به حد جناب عالی را فریب میکنن گرد ورش مدامی که یک نفره که فریبش میکنن مسئولیت نداره پس نباید از سطح دولتداری رهبر باشه آخی چخیل یک آدمی رهبری کشوره هر کسی میخواست از فریب میکرده است منطق در کجاست ما اول همین سخن برداشتم همین سخن گفتم تو پسرات هر سروی میکنی تو پسر من در بالا گفتم شما سالتون خیلی بزرگ است که اما من گفتم ساخت دولتداری با اویله قیاس نکن من باز هم میگم ساخت دولتداری قانونهای نوشته شده داره که دولتداری در قانونهای نوشته شده داره که طبق فلان ماده قانون اسناد باب چیکار میکنی دولتداری میکنی اما در اویله قانون نوشته شده نیست قانون کو گوش که بهروز گوش که قانون اون نوشتگی در او جای نه که وقتی که تو هستی پرکتیسکی هستی تئوریسکی و تئوریا یعنی قبول داره که قانون نوشته شده تاجیکستان عملی نمیشه قبول داری 90% عمل نمیکنه پس مدام حکومت طبق قانون عمل نمیکنه پس باید به استعفا رو چیکار میکنه 90% تصور کن در یک کشور 90% قانون کشور عملی نمیکنه پس حکومت باید به استعفا بره نه عمل چه اجرا کنندگان همورا اجرا نمیکنن پس رحمانوف نمیتونه دولتداری بکنه مشکلی در رهبری کشور بوده که قانون کشور عملی نمیکرده است خیلی ایدی زردالو و خربزه و اصل و نخود و مشنگ و سگ و پیشکش نروه بشینه نظارت کنه یک بار هم وزیر فیراد میکنه که دو سوال بوده که خب وزیر معارف و علم تاجیکستان بهترین یاد اخنیا که در نشست مطبوعاتی وزیر معارف فیراری متخصص میگن یک پدیده نو است مشکل نداره ما بروند آیا همین وزیر معارف شده میتونه آیا همین ارزنده وزیر معارف است کادر از وطن فرار داره میگه یک پدیده نو است بروند هیچ کم نداره بجای بگه که بله این یک مصیبت از بالای ملت که ما نمیتونیم متخصصای داخلی وطن ما در وطن جای کار بتیم زندگی بتیم دست زن و فرزنداشون در تربیه نسل امروزه این ملت باشن
اما متاسفانه از سبب ضعیف بودن معاش، از سبب ضعیف بودن بودجه کشور، آنها میروند برای زندگی بهتر. که چی رو راست مردانه باید این گپ بگیم که اکا. بله بله نه اینا حاضر بو ما یک چیز دیگه برای تو میگم. اینا تو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ترا دعوت میکنن به ناحیه اینا، به ناحیه مثالی که به ناحیه خطلون یوان پس چوپلوسو یوان بله یا که وایش همونجا اونا چیکار میکنن؟ همونجا یارمارکا میسازن. یارمارکا بانکوی پامیدور میمونند، بودرینگ میمونند، وایش میمونند، گندم برنج وای میمونند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همونجا میبیویا. اینا رئیس ناحیه همون یووانای خطلونای جای بربرش میره و میگه که اینی بانکوی پامیدور، بانکوی اگورسی، ما زوادی بانکوی اگورسی داریم، وایش داریم وایش. لیکن در اصل این بانک‌ها را همیشه ای مردم جمع کردگیان، ای مردم میگیرن. ای هر یک خانه کی میگیره؟ رئیسوی چیزوی محله، رئیسوی محله جمع میکنن میگیرن، در اونجا میمونن. همشه چی میکنن؟ این فریبکاری. او تو خودت بعد میدونی که ایگجو همو با میگو که دیستویتیل نه همی گب راست بوده که اینو چی دورن. برادر رهبر کشور قبل از اون که سفر میکنه باید طبق برنامه سفر کنه. من میخوام ناحیه یوان برم، اگر هدفی من رفتنی همو دیدنی اون همو کنسروا و اون همو پامیدور و اولچه باشه نمیرم. میگم رئیس جماعت برام کنسروا رو تماشا بکنم. من رهبر یک کشورم، از این کاری مهمتر دارم و من میخوام یوان برم. من سفری کاری من نقشه‌اش آماده میکنم برای باز کردن کدام کارخانه، ملاقات با اهل زیا، ملاقات با نمیدونم متخصص. آخه برادر از این برنامه رهبر کشوری ما فقط میروه درو پروش ده سبدهای کارتوشکا، سبدهای پیاز. نمیتونه گفته که بس از این میمون بازی، بس کنین یخمق بازی را. بهروز گوش که یک سکون گوش که اینجا پروتکل. تو پروتکل میدونی چیه؟ پروتکل اینجا. خب کتبی پروتکل باید رئیسی جمهوری با پروتکل یکم باید گجا برا و یکم باید اوجا برا و دویم باید اوجا برا. انا تیقی پروتکل وایو کار میکنن. وای باید ای نظر بگذرونه همو یارمارکا دا چی گپای. بعد دویم وای تیقی پروتکل این تو بی پروتکل تو یگان کار کرده نمیتونی. این در تمام دنیا هم خیلی. خب باشه، من یک سوال داشتم با شما متخصص کدام بخش هستین؟ از تاجیکستان تماس میگیرین؟ بله. شما معلم دکترین چی هستین؟ من صاحبکار. خب بله. بحثی ما بالای مسئله صاحبکاری برو و از صاحبکاری معلومات داری؟ بله. خب همین در تاجیکستان چند نمودی انداز است؟ انداز یگانه می شود. خب بود. نه چند نمودی انداز است؟ همین کودکس انداز وقتی میبینی چند نمودی انداز است؟ خیلی یک چند نمودی اندازه وای. اینجا چیکار نمیشه. اندازی یگانه، اندازی وای چیز میگن انداز از ارزش اضافه شده. میگن انداز از ارزش اضافه شده. همین چی معنی داره؟ من در اینجا یک چیزت بگم کو، یک گپی چیزت بگم. اگر که تو مرا حوزی همه چیزا را کو، برای که من ای صنف 1 تا 10 تا چرا من مسکو تا من به زبان روسی خوندگی. من حوزی همین یک 5-6 سال شد من تاجیکی را یاد گرفتگیم. حتی کو من تاجیکی را نمیدونستم. من انا زبان روسی را که زبان روسی قتی گپ میزدیم چی میکردیم که وای دیگه بود. یعنی نظر شما است که رحمانوف از یعنی که داماد و فرزنده و نیوراش از کنترل رحمانوف بیرون درست؟ در همه جا همیشه بود، همیشه هست. پس مدامی که یک پدره که یک رهبر کشوری که زیر دستاش نظارتش نمیکنن از کنترلش بیرون، پس او چنین رهبر نباید از سخت دولتداری رهبر باشه.
این غیر امکان است، غیر منطقی است و این تاج خیانت به وطن و ملت است. او راهبر باید در همون روز به استعفا بروه. مردانه که قبول کو به خدای مرده که کپ کلان صاحب کار در روسیه خوندگی میگوی همین تو میخری خی اکی رحمانوف نمیدونه کو. من برات مثال میارم که رحمانوف قتی بک صبور 20 بار چای خوردگی ای 50 بار آید گبزنیش معلوم است که همون چگونه متخصص است میبره رئیس یک خدماتش میکنه. اشتباه رحمانوف است. رحمانوف تمامی رئیسا را دالیا میگیره پیشش میبینه خطش میشینه بمونه. این خیلی نیست که آسمانی بمونه. این خیلی گپ نیست اکا. اون همون گنرال هم موندم دیدی یک گوسپنده یعنی گنرال رحمانوف قبولش کرده رحمانوف عنوانش داده است. میگه نه همین چیزی بگم همه گناهگار همه گنده رحمانوف لولو. خواهد چی کار کنم قطعی دیگه اکا داجه همین را بفهم که منتالیتیتی بیا برادری عزیز دیگه آمدیم بالای منتالیتیت. اوی بخدا قسمه ای وای خدا ای وای خدا ای وای خدا فریاد زنم نمیرسه آوازم دیگه آخه چی بگم تا اکا. سلامت باشی تقا سلامت باشی زنده باشی تشکر باور که ای خدا مرده که کلان هم خیلی سودا میشید اصلا و خدا یا با این سوداکشون چه صاحب کاری میکنن چه پول جمع میکنن بر پدرش نلت میونه من کار کنه پول جمع نمیکنه تو ساعت 12 شب کار میکنه میش نه صاحب کار شاید این مرده که خوب باور که سفید آسیا فعلا میگم باش صاحب کارم در روسیه خوندگیم آی با خدا آی بر پدر این مکتبا نلت که این چه درس میتیان سولو یا مکتبا خدا باور که حیران نزار میشم بعضا موارد میگم من که من خودم همین عالم نیستم همین پلنت نیستم نمیدونم میگم مخلوق دیگه و نگاه میکنم نه آخه بچه آدم چشم دارم گوش دارم بینی دارم این مردک بیچاره ویدیو زنگ زده که با چخ داد سر صفحه یه مردک کپ کلان چی میگه ماشاءالله تو این حق میکنه خدا من صبرم بده که باور که حسابم بخرم خدا جانه هنگه اما یک کله که در سرش تاقی میمونده است اما یک داخل آب غرق میشه و خودش آب میبره تاقش آب میبره قیدمش میدوه نمیتونه گرفته میگه چو کنم ای سرم بیامونم کلام بود اوه اقمه اوه ایدی میام توقیه ساعت دویدی جان کندی اوه میدونیستی کلانه برای چی دویدی این تقرم هموده همون چیزش بگویم میگه خاک تای کوه او نمیدونه بچه گوش که مرا خدا که برای ما صبر بده